امروز مثلا دلار چرا چیز شده؟ بلند است. و چرا مسلمان ها اقتصادشان ضعیف است؟ چرا پیسه مسلمان ها، اگر شما فکر کنید دینار مسلمان ها از طلا و نقره هست، اگر مسلمان ها پیسه دینار می داشتن، اگر حکامی که حالا فعلا در اون منطقه هستن اینا مسلمان های حقیقی می بدن، امی نفت و تیل خدا میگفت که ما صاحب ایره به دینار می فروشیم. مجبور بود که امریکا و اروپا طلاهای خدا چی میکردن؟ می آوردن و با مسلمان ها میدادن و در مقابلش تیل میگرفتن. آلی چی میکنه؟ آلی یک چیز جور کردن به نام پترو دلار. شما یک چیز بخواین پترو دلار، اما قرارداد پترو دلار قرارداد کردن و گفتن که باید تیل مسلمان ها با چی فروخته شود؟ با دلار فروخته شود. دلار چی است؟ دلار یک کاغذ خالی است. کسایی که دلار را چاپ میکنن کی هست؟ یک شرکت است که 2 نفر یهودی در رأس از اون. اینا میتونه شبانه 10,000 کانتینر چی چاپ کنه؟ کاغذ چاپ کنه. کاغذ از اون است کل سرمایه تا میخره. و اگر اوتو پلان هم دارن که یک ماه میکنیم که خوب دلار را در دنیا نشر میکنیم، روان میکنیم، قیمتشان بالا میبریم، کل طلا و نفت و اقتصاد کلش به دلار میریم، یک دفعه یک شب اعلان میکنیم که کل دلار ما چی شد؟ ناچل شد. حالا کسایی که در خانه خود پیسه جمع کرده دلار داره، با صبحش سعی کنی که دلار را پف پناه خودش گدایگر میشه. از ما کسی از دوستای ما بودن، این بیچاره در وقت روسا چیز جمع کرده بوده، می پیسه روسی را روبل، این 3-4-5 لک دیگه روبل داشته کردن، بکس خود مانده بود روبل است. ماشاءالله. خب چی شد گفت؟ دیگر روز سایبی هم جدا، دیگر روز همی کلک خدا چی گفت است؟ گفت روسا اعلان کردن که تا 3 روز روبل تبدیل کردن، پیسه است. تا 3 روز که از در بانک آورد میارم میگیرد، 3 روز بعد این بیچاره تا که تکت گرفت تا که بره اونجا 3 روزش پوره شد، 5 لک روبل از چی شد؟ در کلک خود میزد که تباه شدم. و دلار هم اینه یک وقت شما این برنامه یهود است. ما که میگیم مثلا وقتی که جنگ فکری را میخوانی، مسلمان باید هم از قرآن و سنت با خبر باشه و هم فقه الواقعی داشته باشه. جنگ فکری که است را از واقعیت جهان با خبر میسازه. از برنامه های یهود و نصارا تو با خبر میشی. اونا چی برنامه دارن؟ این یک روز امی کارا میکنن. یک روز وقتی که خوب کل سرمایه دارا سرمایهشون چی است؟ دلار است. اعلان میکنه که 2 روز بعد دلار ما ناچل است. ما دلار نو کشیدیم، دلارای تا نبیاریم در بانک. در بانک هم که بیری بیرو بارک است، کس پیسیش نمیگیره. اینترنت از کلشه بر 3 روز قطع میکنه. برادر میگه ما اعلان براتون کردیم، شما خودتان آوردین، دلارا ناچل شد، در هر خانه بشید. از این خاطر حتی ما وقتی که متخصصین اقتصاد مسلکی مسلمان ها یک بار شاو در تلویزیون الجزیره اینا رو شانده بود، گفت که تجار چی کنه؟ گفت اگر شما هوشیار هستین، میگه ما دلار و کلدار و افغانی و کاغذ جمع نمیکنیم. تجارای خوب هوشیار که است، خشت طلا پیش خود نگاه میکنه. خشت طلا نگاه میکنه. سرمایه‌ای که ذخیره میکنه، چی ذخیره میکنه؟ طلا. چرا طلا هیچ وقت خود از دست نمیده؟ شاید یک 50 روپیه، 30 روپیه، 40 روپیه، 2800 است گرامش، شاید 2700 شود، 2500 شود، یا بالا بره 3000 شود، اما از دست نمیده. از این خاطر کلان تجارای قوی که هوشیار از فهمیده هست میگه ما دلار نگاه نمیکنیم. چی نگاه میکنیم؟ میگه ما طلا نگاه میکنیم. چرا طلا هیچ وقت خدا چی نمیده؟ اما دلار کسی به دستی که از 2 تا یهودی است، یک دفعه کل صفر میسازش.